من میدونم تنها بودن یعنی چی. زمانی که تو همه رو دستگیری میکنی ولی کسی به دادتون نمیرسه. من جراحت های وزن و دپرسی وزن را سرم گذراندم و همون وقت فهمیدم که برای هر یک زن یک کروگی زنانه لازم است، یک دوره زنانه. جایی باشد که کسی تو رو محاکمه نکند، جایی باشد که تو دستگیری شوی. و برای همین من این کروگی زنانه رو آنلاین ساختم، صحیفش در تلگرام و اینستاگرام که نوبسته از اونه که زنها در کجا زندگی میکنن همیشه یک جایی هم یک جایی که کسی اونها رو محاکمه نکنه داشته باشه. ولی این کلوب زنانه دربایش تا 31 دکتر باز است و بعد از اون دیگر هیچ کس را قبول نمیکنه. برای همین اگر میخوای زندگیت را تغییر بدهی و یک جایی دستگیری داشته باشی پس اشتباه کن.